سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، اپا خواهر و اکا دادرو، عظمتون خواهیش همه ویدیو رو با دیگران برسانین. شاید که یکی از خواهرها و اپاها یا که اکا و دادرها یا که پدران مادران به همین کار مشغول باشند، شاید که از همین کار بر بگردن و دست بکشن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کسی که پیش فولبین می رود یا اینکه پیش جادوگر می رود یا اینکه پیش کسانی که هستند که غیب گفتاری میکنند، اگر که هر آن چیزی که او گفت با او باور بکنه، عیاذا بالله کافر می شود. اون خاطر اپا و خواهر و اکا دادر عظمتون خواهیش پیش اونها نرین. سلامتی برادرها اپا و خواهرها سلامتشون از دست میدن. یعنی بعضیش 10 سال 15 سال بیچاره عذاب میکشن. یعنی 2 روز پیش 3 روز پیش 1 روز پیش الله اعلم سبب جنخونی بگیم فهمید انسان هم تغییر میوه. مهم اون است که بگیم یک خواهر یک اپر خواندیم وقتی جنش برآمد سبحان الله خیس از خنسندی را گریه کرد. دیگه نمیدونم چه خیلی بلگداریت کنم. میگه سبحان الله من طول ایقه مثل یک دیوانه بودم، نمیفهمیدم که کجا رفتم چیکار کردم. نه میگه بخت اومدم طول چند سال شد. سبحان الله وقتی حال اینها رو ببینید، مثال بعضی‌هاش سحر و جادو میکنن بیچاره مثل یک دیوانه میشن یا اون کار کردن نمیتونن، نه رگشتن نه گپ زدن، بعضی‌هاش بیچاره نه با همراه همسرشون خوابی کردن میتونن. عظمتون خواهیش از الله شرم بگیرین. فردا نزد پروردگار برمیگردیم. الله فرموده است که واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، بترسین از آن روزی که برمیگردین به سوی من. هر یک کدیم ما و شما چشنده مرگ هستیم. کل نفس ذائقة الموت، هر نفس چشنده مرگ است. منم باشم مرگ میچشم، درم باشی اپا و خواهر اکا و دادر و دیگه. بترسیم از آن روزی که برمیگردیم به سوی پروردگار و الله از هر یک کدیم ما و شما پرسان میکنه هر اعمالی که ما کرده بودیم. خداوند هر یک کدیم ما و شما را توفیق مندگی عطا کنه و برای راست هدایت کنه. والله بی نهایت عذاب میکشن. به خاطر دنیا شده آخرت نفروشین، آخرت تغییر نتین به چیزی دنیا. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را توفیق بده. و اکا دادرایی که مثال بعضی خواهرها را احمق میکنین، از الله بترسین. بعد اونها مجبور میشن که پیش سحر و جادوگر بروند. خداوند توفیق بندگی عطا کنه برای هر یک ما و شما. خداوند علم مفید برای هر یک ما و شما نصیب بگردانه و رزق حلال. و اکا دادرها و اپا و خواهرها کدامی که حجامه در کار باشد در شهر یکترینبورگ، یعنی رقم هایی که در اکران میبینین میتوانید که زنگ بزنین. یعنی برادرها در خدمت هستند. خداوند توفیق بندگی عطا کنه. فی امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.